دیروز گفتم که میدونید همتون مطلع هستین که با همین گوشی که تو دستاتون هست میتونین که بیزینس جهانی خودتون رو راه اندازی کنین و درآمد داشته باشین. پس اگه واقعا دوست دارین از هر جای این جهان هستی که هستین، از گوشه خونتون کنار دریا به راحتی کسب درآمد بکنین، این فرصت برای شماست و با من همراه باشین. سلام و درود به شما عزیزای دل. در راستای صحبتایی که دیروز با هم داشتیم در رابطه با اون کمپانی ژاپنی که من الان در حال همکاری باهاشون هستم، یه چندین سوال برای من فرستاده بودید و من میخوام به سوالاتتون جواب بدم و توضیحات بیشتری داشته باشم. در واقع ما دیروز گفتیم که جناب آقای اوشیرو، پایه‌گذار این کمپانی، یکی از اهدافشون سلامتی مالی خانواده ها بوده و در راستای این هدف ایشون تصمیم میگیرن به جای اینکه پولهای هنگفت و آنچنانی به کمپانی های تبلیغاتی بدن، بیان و این پول رو بین خانواده ها تقسیم کنن. کدوم خانواده؟ اون خانواده که میاد محصول کمپانی ایشون رو که در راستای سلامت خانواده و سلامت افراد هست میخره، از اون لذت میبره، راضی هست و حالا میخواد تبلیغش رو بکنه. بنابراین شما میای محصول رو خریدی، داری لذت میبری ازش و راضی هستی، پس میای و این رو به بقیه توصیه میکنی و در واقع تبلیغ محصولات ایشون رو کنی. بنابراین این نیست که من بخوام به شما بگم نه چیزی رو نمیفروشین، نه تبلیغ نمیکنین. اصلا همچین چیزی امکان نداره. مگه میشه که در یک بیزینس شما کالایی نداشته باشین، خرید و فروشی نداشته باشین؟ پس اگر که کسی همچین چیزی میگه، به نظر من یکم غیر منطقی میاد. بنابراین شما میان با خرید یکی از محصولات ایشون، با توجه به میزانی پولی که میخواین صرف کنین، حالا هدفتون اگه سلامتی خانواده در ابتدا هست، ما شما رو راهنمایی میکنیم و بعد میاین یک آیدی میگیرین و این آیدی اتصال شما به این کمپانی هست. در واقع نوعی فرانچایز هست که شما تبلیغات کمپانی رو، محصولات کمپانی رو تبلیغ میکنین. پس اگر واقعا دنبال یک فرصت واقعی هستین برای ایجاد یک درآمد جانبی تو زندگیتون و درآمدی که این پتانسیل رو داره و این پتانسیل رو داره که به درآمد اصلی شما تبدیل بشه، همین حالا برای من پیغام بذارین یا اینکه به شماره‌ای که براتون این زیر نوشته شده پیام بدین و من به تمام سوالات شما جواب میدم. مشاوره رایگان داریم، ما وبینارهای رایگانی هم داریم که شما میتونید با حضور در این وبینار از محصولات ما آشنا بشین و از بیزینس پلن این کمپانی کاملا اطلاع پیدا کنین و آشنا باشین باشون. روزگار به کامتون، ایام خوش و در پناه پروردگار باشین. ممنون و سپاس از حضورتون.